در پایتخت افغانستان شهر کابل صدها نفر بر ضد حمله‌های هوایی پاکستان بالای ولایت شرقی کنر افغانستان راهپیمایی کردند. منصبداران افغان میگویند روزهای اخیر بر اثر حمله‌های هوایی نیروهای پاکستانی چند فرد آسایشته هلاک شدند و گفته آنها هواپیماهای پاکستانی هنگام تعقیب طالبان مرز را عبور کرده خاک افغانستان را تیرباران می‌کنند. اعتراضگران پرچم‌های پاکستان را آتش زده از حکومت افغانستان طلب کردند پیش راه این حمله‌ها را بگیرد. در فرودگاه‌های بین‌المللی پاکستان پایگاه‌های امگذرانی بر ضد بیماری پولیو تشکیل شده‌اند. سر از 1 ایون یا خود واکسین ضد پولیو برای هر فردی که قلمرو پاکستان را ترک می‌کند مجبوری است. اکثر شفاخانه‌های پاکستان هم برای کلانسالان و کودکان از 5 ساله خردتر که عزم سفر به خارج این کشور را دارند واکسین مجانی بر ضد پولیو فراهم می‌آورند. مکتبخانه‌های قزاق که می‌خواهند به دانشگاه‌های این کشور داخل شوند سپارش امتحان یگانه ملی را شروع کرده‌اند. امتحان 1 هفته دوام کرده بر پایه آن دانشگاه‌ها دانشجویان را قبول خواهند کرد. امتحان ملی یگانه چند سال پیش معرفی شد ولی بحث‌ها روی ضرورت آن تا هنوز خاتمه نیافتند، زیرا بعضی سوال‌ها که باید تا لحظه آخر پنهان باشند در بازارهای سیاه قابل دریافت بودند. در کیف اعضای گروه عامی حقوق بشر با نام اتحاد هلسینکی اوکراین از حکومت این کشور تقاضا کردند روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق بشر را از اسارت گروه‌های سلاح به دست رو به روسیه در شهر اسلوویانسک رها کنند. در نزد قرارگاه ریاست جمهوری اوکراین اعتراضگران از جمله ابراز داشتند که مقامات باید خبرنگار فعال یورومیدان ایرما کرات و دیگران را از دست سلاح به دستان رو به روسیه که در اسلوویانسک قرار دارند آزاد نمایند. کرات 41 روز اینجانب در اسارت سلاح به دستان است. همچنان جدای خواهان شماری از خبرنگاران و حامیان حقوق را در شهرهای دنیتسک و لوهانسک دستگیر کردند. در قرقیزستان سر از 3 ایون مرکز امریکایی ترانزیت مال و کالا که در فرودگاه بین المللی مناسی شهر بشکک جایگیر بود فعالیتش را رسما به پایان می‌رساند. فرماندهان امریکایی کلید رمزی این پایگاه هوایی را به مقامداران قرقیز تقدیم نموده همراه با آن به مبلغ 30 میلیون دلار تجهیزات را به جانب قرقیز تحفه خواهند کرد. سال گذشته حکومت قرقیزستان اعلان کرد که سازش اجاره پایگاه هوایی را تمدید نخواهد کرد. پایگاه هوایی در فرودگاه مناسی بشکک برای تأمین نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان استفاده می‌شد.